مسابقاتمون قبلا در 3 سطح بود. دانش آموزی بود، در سطح دانشجویی و صنعتی، که حالا با توجه به دانش آموزی که فصل امتحاناتشون بود، ما مسابقات را در سطح دانشجویی و صنعتی شروع کردیم. در 4 فرآیند اصلی، 3 فرآیند SMAW یا جوش الکترود در صنعت معروفه، یا فرآیند جوشکاری GMAW که CO2 معروفه، و فرآیند جوشکاری GTAW یا آرگون و اکسی استیلن که رقابت بین دانشجوها و صنعتگرا در رشته‌های مختلف و فرآیندهای مختلف ادامه داره. اینجا اولین دوره مسابقات آزاد جوشکاری دانشگاه خواجه نصیر هست که رقابت کننده ها در حال رقابت با همدیگه هستن. فرآیندی که اینجا جوشکاریش انجام میشه فرآیند جوشکاری GTAW یا جوشکاری تحت گاز محافظه. یکی از فرآیندهایی که تنوع فلزات توش بالاست، با ظرافت، با دقت، با نفوذ خیلی خوبی این عملیات جوشکاری انجام میشه. عزیزان دیگه هستن تو جوشکاری GMAW و جوشکاری SMAW و اکسی استیلن هم در حال حاضر در حال رقابت هستن. واقعا کشور ما صنعت، دانشگاه باید ارتباطشون رو با صنعت افزایش بدن. امیدوارم که دانشجوها به سمت مهارت آموزی حرکت کنن و این شروع قضیه باشه. والا من خودم به خاطر علاقم شرکت کردم و صرف علاقه و یادگیری بوده، ولی خب اینجا باعث شد که من با حالا مهندسای که توی این حرفه هستن آشنا بشم، آدمای خیلی مهم با تجربه و خب ازشون کلی چیز یاد گرفتم. بعد اینکه وقتی خب با آدمای صنعتی آشنا میشی، خب این کمک میکنه که اگه علاقه داشته باشی کم کم وارد صنعت هم بشی. امروز مسابقات جوشکاری در دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد در رشته‌های مختلف اکسی استیلن، میگمگ یا جوشکاری CO2، جوشکاری تیگ یا آرگون، جوشکاری برق. و یه تعدادی از دانشجوهایی که علاقه‌مند بودن و یه مقداری تجربه داشتن شرکت کردن در این مسابقات و خیلی با شکوه برگزار شد. من تصور نمی‌کردم که دانشجوها در این سطح باشن و جوشکاریشون انقدر با کیفیت باشه. علی تنقص هستم، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر. توی اولین دوره مسابقات جوشکاری دانشگاهی و تو سطح دانشجویی توی فرآیند CO2 شرکت کردم و هدفم از شرکت توی این مسابقات افزایش توانایی و مهارت توی حوزه جوشکاری و ایجاد رقابت بین دانشجویان است. به نام خدا، دانیال جلالی نیا هستم، رشته جوشکاری دانشگاه انقلاب اسلامی و اومدم در مسابقات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شرکت کردم در رشته‌های CO2 و جوشکاری برق. به نام خدا سلام عرض میکنم. محمد جواد گلی هستم، دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و عضو انجمن علمی مکانیک دانشگاه. بنده توی اولین دوره مسابقات جوشکاری در سطح دانشجویی در سطح شهر تهران شرکت کردم در رشته CO2، فرآیند CO2 که هدف من حالا بر ارتقای سطح علمی خودم بود. در جهت اولی 3 چیزای خوبی یاد گرفتم و علاقه‌مند شدم به این قضیه و نیازش رو تو صنعت درک کردم و تشکر میکنم از عوامل مسابقات که این شرایط رو برای ما فراهم کردن. خیلی متشکرم. ما در واقع تیم داوریمون که از مهندسین مجرب صنعت جوش هستن، بعد از اتمام مسابقات تو هر روز
نفرات برتر تو هر فرایند شناسایی میشه، از نفر اول تا سوم در هر فرایند، و جوایز ارزنده‌ای که اسپانسرها یا حامیان مالی ما در واقع تهیه کردن، ما از نفر اول تا سوم جوایز ارزنده و کل شرکت کنندگان در این مسابقه رو در واقع تقدیر و تشکر می‌کنیم.